خوش اومدین به یه ولاگ دیگه. قراره بریم یه اقامتگاه خیلی دنج، حتما نشونتون میدم. قراره که تولدم داشته باشیم، تولد خودمه. البته یه 2 روز جلوتر داریم این تولد رو میگیریم. در از 17 مرداد تولدمه، امروز 15 و آخر هفته است، پنجشنبه است و این اقامتگاه رو خیلی یهویی و اتفاقی پیدا کردم. خیلی زیباست، توی اسپیلی دیلمان هستش که حتما بهتون نشون میدم و نظرتون رو بهم بگین که شما هم خوشتون اومد یا نه. یه ویلای نقلی 2 نفر است که من با همسر جان قراره این تولد من رو جشن بگیریم. پیش به سوی اقامتگاه دنج گوگولی مگولی حبه ینگوری. من تو دلم نیست که برسیم. الان فکر کنم هلوش یه 40 دقیقه‌ای هست ما تو راهیم، از لایجان حرکت کردیم و الانم دیلمانیم. قراره برسیم به اسپیلی، یعنی ارتفاع، یعنی قراره بریم بالای کوها و اون اقامتگاهی که بهتون گفتم همونجا هستش و خیلی دل تو دلم نیست که زودتر برسم و قراره که امشب یه تولد 2 نفره خیلی خودمونی داشته باشیم. فقط یه شمعی فوت کنیم و یه آرزویی بکنیم جلو. تصمیم بر این شد که آخر هفته رو ما بیایم جشن بگیریم، نذاریمش برای همون روز تولدم و در اصل همون روز تولدم این ویدیو آپلود میشه واسهتون که همون روزم تولدم. فکر کنم دیگه آخراشیم، درسته؟ چقدر دیگه مونده به نظر برسیم؟ فکر کنم از لحظه‌ای که حرکت کردیم یه 100 باری پرسیدم به نظر تو چقدر دیگه مونده برسیم به اسپیلی. الان که تو دیلمانی قراره بریم اسپیلی میشه نوک اینجا، درسته؟ نوک اینجا میشه ارتفاع. قراره بریم تو ارتفاعات دیلمان اسپیلی. یا به هر چی داریم میریم بالاتر، هوا ابری‌تر و مه‌آلودتر و خیره کننده تر. شما ببینید نظر در مورد این آب و هوا چیه؟ هوای لحم و لعبه. چون که هوا خیلی گرمه و الان مرداد ما اوج گرماه و ما تصمیم گرفتیم بیایم یه جایی که اوج سرما هم ببینیم. همونطور که پایین اوج گرما رو داریم، این بالا هم اوج سرما رو ببینیم. واقعا اینجا جا داره که من یه نکته‌ای رو بگم دوستانه. اول از همه به خودم میگم بعد به شما. واقعا میای طبیعت رو تمیز نگه دارید. انقدر آشغالاتون رو پرت نکنید یه گوشه کناره ای. به خدا که خونتون رو که تمیز نگه میدارید، اینم همونطوری باید تمیز نگه دارید. قرار نیستش که میایید با خانوادتون مثلا یه پیکنیکی حالی کنید و آشغالاتون هم بپاچید این ور اون ور. واقعا تمیزش کنید. این طبیعت ماه، برای همه ماه و اصلا زیبا نیستش که بیایم تو طبیعت و نمیگم همه جاش کثیفه، ولی واقعا یه سری جا خیلی آشغال ریخته شده و اصلا قشنگ نیست. لطفاً یه ذره به خودتون بیاین. ممنونم. رسیدیم به اسپیلی. بالاخره به اسپیلی رسیدیم. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم و الان میخوام بهتون نشون بدم یه اسپیلی بسیار زیبا رو. به رسیدیم. فعلا فقط کویر برهوت. تا برسیم به ویلامون اونجا رو بهتون بیشتر
با آب و تابتر نشون میدم. ببینید و عشق کنید. این رو ببینید. میبینید بچه ها چه نقشه بسیار زیباییه. لذتشو بردید یا نه؟ خب بچه ها تو مسیر ویلا هستیم، داریم میریم به ویلامون. مقصد الان دیگه ویلامونه. این ویلا خیلی نقلی و کوچولو بانمکه و باید بهتون بگم که صاحب این ویلا یه خانم خیلی مهربونیه. من حتما قشنگ کل ویلا رو براتون فیلم برداری میکنم و بهتون نشون میدم. خب بچه ها ما رسیدیم اینجا یه سری خرید بکنیم و البته که بیشتر چیزها رو از خونه آوردیم و الان وسیله‌مون که گرفتیم میریم دیگه به ویلامون و حتما از ورودی ویلا هم براتون فیلم برداری میکنم چون که این ویلا خیلی عالیه و حتما دوست دارم که شما هم ببینین و برای شما هم به اشتراک بذارم. بالاخره رسیدیم به ورودی کوچه این ویلایی که میخوایم بریم. این ویلای ماه بچه ها، تازه گل آفتاب گردون داره. خب بالاخره رسیدیم. کلی اینجا میوه داره بچه ها، گل داره، یعنی واقعا دلتون باز میشه. به به چقدر با سلیقه، چقدر با سلیقه، چه حیات خوشگلی، چقدر ناز، چقدر ناز. وای شما فقط اینجا رو ببینید، قراره اینجا چقدر حال کنیم امشب. بعد این میوه رو ببینین، میوه هاشو ببینین، خدا چه سیبی داره، تو رو خدا سیبشو ببینین. این یه نمای کلی. خب بریم که حالا بریم داخل رو من بهتون نشون بدم بچه ها. تازه کلیدو گذاشته بود توی این، چقدر ببین با سلیقه است، گذاشته بود توی این بچه ها. تازه جاسویچیش هم خیلی نازه و کیوت. بچه ها میخوام خونه رو بهتون نشون بدم. بذارین این همون خونه نقلیه بود که بهتون گفتم. به به ببینین این یه حال خیلی نقلیه، فقط مختص 2 نفره و یه شومینه بامزه داره. و میریم قسمت اتاق خواب رو بهتون نشون بدم. اینجا یه اتاق خوابه. به به سیله هاشو ببینین عزیزم، چقدر اینجا دفتر گذاشته. وای خیلی نازه، من عاشق اینا. و وای چقدر دوست داشتم من اینجا از اینا. هول کردم بچه ها، زد باز خودتون نذارین. و اینکه اینجا هم یه جاییه برای لباساتون رو میتونین آویزون کنین. و اینم دستشوییشه و همون. چقدر تمیز بچه ها، تو رو خدا ببینین همه چی اینجا هست. انقدر که اینجا صابخونهش میگم یه خانوم خیلی نازه و آشپزخونهش رو ببینید دیگه، خیلی خوش سلیقه است این خانوم، بسیار خوش سلیقه است. به به چه خونه بامزه نقلیه. اینم اینجا ظرف میشویم، بیرون میبینم، گاز داریم. تازه نگاه کنین، به 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 چقدر تمیز و چقدر خوشگل. یه یخچال کوچولو داریم و مهمتر از همه یه بالکن خوشگل داریم. وای بچه من چقدر ذوق دارم، میخوام زودتر اینجا بشینم افتتاحش کنم. به به این بود اون ویویی که بهتون میگفتم. بچه ها نگم براتون، همچین ویلایی خیلی خوشحالم، خیلی خوبه، خیلی خوبه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم بیاین به این ویلا سر بزنین، خیلی ویلای خوبیه. و اگه 2 نفره میخوایم بیاین حتما بچه ها بیاین به این ویلا، چون خیلی ویلای جذابیه و واقعا 2 نفره است. یعنی واقعا شما میتونین با پارتنرتون
بیایید اینجا و کلی عشق کنید. خیلی خوبه دیگه، چی از این بهتر. اینا رو هم بهتون نشون بدم چقدر گوگولی هن. اینجا میشیم تلویزیون نگاه میکنیم. یه آباژور خیلی ناز اینجا داره و یه تلویزیون ناز و یه دونه از اینا که اسمش نمیدونم چی بهش میگن، بخاری هیزومی فکر کنم بهش بگن. اینم خیلی کیوته. وای تازه واسه همون دمپایی رو فرشی هم گذاشته و این آشپزخونش نگم براتون خیلی جذابه و این ویوی ابدی که میتونین ببینین. البته بذار من برم عقب‌تر. بله عالی شد. اینم ویویی که اینجا داره و اینم ویویی که اینجا داره. خیلی خوبه. بچه ها من برم وسیله هامو در بیارم و بریم اینا رو بچینیم، لباسامونو عوض کنیم و همین دیگه. اینو میذاریم اینجا. باش کیکمونم برداریم. کیکو میذارم اینجا. تازه بچه ها ببینید چقدر وسیله بازی اینجا واسمون گذاشته. خیلی خانوم با سلیقه‌ایه واقعا. حتما بیاین، کلی بهتون خوش میگذره اینجا. تازه این انوشک‌های گوگولیش هم ببینین. این میشه مثلا اتاق خوابمون. تازه بهتون میگم اینجا یه سری واسهتون کتاب گذاشته، خیلی چیزای بامزه‌ایه و اینا هم نمی چیزه واسه تمیز کردنه و اینکه به 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 حتی سرم مو هم گذاشت، نه آبرسان بدن و دستم گذاشته و خیلی چیزا گذاشته واسهتون. یعنی کیفشو ببرید. ببینید چقدر خوش سلیقه. هر چقدر از سلیقه این خانم بهتون بگم دیگه کم گفتم. دیگه خودتون دارین مشاهده میکنید چقدر باحاله، چقدر قشنگ. اون عکسایی که دقیقاً واسم فرستادن. و البته یه چیز جالب دیگه، تابلوشو ببینید. خیلی کیوته. آنجلای ما نیست متاسفانه، ولی عکسش اینجا هست. و البته من خودم سال گربه به دنیا اومدم. یعنی اون روزی که من به دنیا اومدم روز جهانی گربه بوده و شاید هم این قسمت بوده که ما بیایم اینجا و این تابلو زیبا رو ببینیم. برنجمونو یه برنج بذاریم. ویو رو نشون بده. ویو تو این ویو فکر کن برنج بشوری، آشپزی کنی. خب ما برنجمون رو که گذاشتیم. خب من برنج دم گذاشتم بهتون نشون بدم. این برنجمه دم گذاشتم و الان قراره همسر جان برن و کباب بزنن و تا برنج آماده شه غذامونم آماده میشه و نهارمون رو میخوریم. الان ساعت 5. سعید گفتی ساعت چنده؟ 3:30. ساعت 3:30. من اشتباه کردم. ساعت الان 3:30 و ما فقط صبح یه چیزی خوردیم و دیگه حتی نهارم نخوردیم و الان به شدت گشنمونه و منتظریم که برنجمون دم بکشه و کبابمون آماده بشه که بتونیم نهارمون رو بخوریم و حتما همراه هم باشین تا شب. کلی خوشگذرانی داریم. قراره یه تولد داشته باشیم کوچولو. دوست دارم شما هم کنارم باشین امسال رو با همدیگه همه با هم جشن بگیریم. خب بچه ها بالاخره یه سری از کارام انجام شد
و یه سری کارامو کردم و اینکه بهتون بگم خیلی دارم لذت میبرم، خیلی دارم عشق میکنم با محیط اینجا. انقدر که محیط خیلی گرم و صمیمی ایجاد کرده که اصلا یعنی بهت میگم اومدیم اینجا احساس کردیم واقعا اینجا خونه خودمونه. چه سیبی داره قرمز، بذار بشورم. این سیب پایینه. کوچو 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 کوچو. وای باورتون میشه یه همچین سیبی تو حیات ویلاشونه؟ فکرشو بکن. یعنی چی؟ یعنی واقعا یعنی چی؟ بیاشقه چطوره؟ عالی عالی. بچه ها سیبش هم خیلی خوشمزه است. شوهرم تاییدش رو داد. خب تا برنجمون دم بکشه بهتون نشون بدم یه بار دیگه قشنگ دیگه آخراشه. من یه ذره دیگه برم توی اینجا تو بالکن. تازه همسری رو از اینجا میتونیم ببینیم. دارم و بگیر مال خودت مال چشا دیر نکنی منتظرم. اینو ببین. تو اومدی واسه چی؟ اومدی غذا بخوری؟ تا الان کجا بودین شما؟ خیلی اینجاها فیلم بگیرم شما ببینین. به به چه حیات بانمکی داره، پر از درختای میوه، بسیار زیباست بچه ها، خیلی عالیه. میبینین من سعی کردم که تا هر کجا که راه داره حیاتش بهتون نشونش بدم و این میوه‌های خوشگلشه. یعنی میبینین اینا سیبن که رسیده شده ولی خب چون نمیچینن یه ذره چیز شده، آفت میگن یه چیزی زده. بله این دیوارتونه میان اینجا و همینطوری میریم. این فکر کنم اینم همون باشه بچه ها، یا نه شاید یه چیز دیگه. آقا سعیدو داریم، همسر عزیزم، و اینکه این فکر کنم درخت آلوچه است، هنوز نرسیده فکر میکنم. و بچه اگه اشتباه میگم تو کامنت ها بهم بگین. اینا فکر کنم این درخت گردو باشه. این یه درخت دیگه است انگار مثلا گلابی باشه. اینم همینطور. و همینطوری میرسیم به این درخت و اینم که خونه مامانی خودمونه. خیلی خونه خوشگلیه، من خیلی دوستش داشتم. شما چطور؟ و همین دیگه همین طوری که داشتم به کبابا میرسیدم چک میکردم کبابا رو، یهو که برگشتم دیدم یه هاپو اومد تو خودش رو دعوت کرد. هرچی هم گفتم چرا اومدی اینجا، تو چی کار میکنی، برو بیرون. میبینی پشتشو کرد به من و نشست همونجا. به این چی بگم، گناه داره، دلم هم نمیاد. ای وای تو کی هستی، تو از کجا اومدی، برو بیرون. میدونی بوی غذا بهشون خورده. ما باید یه سیخ برای اینا جداگونه میزدیم، 2 سیخ کن.
بالاخره ما وقت غذا خوردنمون رسید و میریم که دیگه نهارمون رو بخوریم. اینم از سفره‌مون، سفره 2 نفره و اینم ویوی خوشگلمون. یه چیز جالب دیگه هم براتون پیدا کردم. اینجا فکر کنم کسایی که میان یه یادگاری اینجا رو دیوارش می نویسن. من خیلی خوشم اومد از این ایده. تازه بچه‌ها یه چیزی یادم رفت بهتون بگم، یعنی حتی اگر شما هم یه بار بیاید اینجا و حتی اگه یادتون بره مثلا روغن با خودتون بیارین یا حالا دستمال کاغذی چیزی، اینجا براتون هست. یعنی ما اومدیم حالا غذایی که ما داشتیم اصلا روغن احتیاج نداشت، نخریده بودیم، ولی دستمال کاغذی یادمون رفته بود و خوشبختانه اینجا بود از قبل. یعنی هم دستمال کاغذی بود و همین که اینجا بهتون نشون بدم هم لوله‌ای داره و هم این بالا براتون هم لوله‌ای گذاشته هم رومیزی. اینم حتی فکر کن از خواب که بیدار شید، از اینجا که بیدار بشید، روبروتون این صحنه است. این صحنه رو میبینید و از حیاتتون رو میبینین. یه ویوی هم اینجا دارین. بعد بخواید بیاید داخل هال، اینجا رو بهتون نشون بدم. دوباره یه گرمایشی براتون اینجا گذاشته، یعنی خیالتون راحت باشه از لحاظ گرمایشی و سرمایشی همه چی اوکیه. بچه ها یه بارون خوشگلی اینجا زد. به به، داره بارون میباره، خیلی لذت بخشه. نمیدونم شما میبینین بارونو یا نه، ولی نه فکر کنم اینجا دیگه معلومه بارونه و خیلی داره حال میده. واقعا چه هواییه. توی مرداد ما فکر کن یه همچین هوایی داشته باشیم. به 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 به، واقعا کی باورش میشه الان فصل مرداده، اوج گرما، ولی خب بیای اسپیلی میتونین یه همچین جایی بیای. بارون داره میباره و خیلی داره حال میده. خدایی عزیزم، موهامو ببین، موهامو بسته بودم هم دیگه همطوری موند. بچه ها خیلی اینجا خوشگله، هرچی بهتون بگم کم گفتم. واقعا میتونین بیاین اینجا و کلی لذتشو ببرین دیگه، یعنی فوق العاده است اینجا. بچه ها ببینین، فکر کنین بیاین اینجا از تو بالکنش یه همچین ویوی دارید. خدایی کجا میتونین برین یه همچین ویو جلو روتون باشه؟ انقدر زیبا، انقدر قشنگ واقعا. تازه فکر کن تو حیاتش هم واسه تون درخت سیب داره، به غیر اون آفتاب گردون، به غیر اون بازم درخت میوه، به غیر اون طبیعت بکر، امکانات خوب. اوه اوه، بیا سی شدی؟ سی شدی؟ اوه، برو 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 بیرون، برو بیرون. نه دیگه، برو بیرون. سعید برش غذا بیار.
باشه باشه باشه. بچه یه اتفاق خیلی بد افتاد. کیکم چپه شد. چپه شد. هیچ جوره نمیشه ازش عکس بگیره. دیگه نابود شده. ممنونم دیگه. همین تولدم. من میگم اینا رو بیا بخوریم، حیفه. دوباره میزنم روش. حیفه اینا. خیلی خوش میاد. فقط میتونم بگم خیلی خوشمزه است. اشکال نداره. فوت کرد. فوت کرد دیگه. دستم شکست. بگی بس یه سال اومدیم بیرون، بچه ها انقدر سرده که بخاری زدیم. بیرونم ببینین بارون داره میباره. یخه یخه. خب بچه ها، من در واقع دیگه الان دیگه خستم و اومدیم یه قهوه بگیریم برای فردا صبحمون که وقتی بیدار شدیم این قهوه رو بزنیم و دوباره با هم هستیم پیش آنجلا، پیش گربه عزیزم که یه امروز و بچم تنهای خونه. زود باید برم پیشش، دلم پیشش مونده. بچه ها فقط گوش بدیم به موزیکشون، چقدر باحاله. صبحتون بخیر بچه ها. الان ساعت 6:30 صبح و من یه لحظه از خواب بیدار شدم و گفتم که بیام یه ذره جریان هوای خونه رو اوکی کنم. یه ذره در بالکن رو باز کردم. واقعیتش اصلا فکرشو نمی کردم که
بتونه امروز یه همچین هوایی بشه و کاملا ابرو بره کنار و یه هوای کاملا صاف رو داشته باشیم. خلاصه که ساعت 6:30 همسر خوابه، ساعت 6:30 و شاید تا 9 خوابیدم یا تا 10. در هر صورت ساعت 12 اینا باید اینجا رو دیگه تحویل بدیم و دیگه از اینجا حرکت میکنیم و میریم. راستی بچه این ویدیو دیشبیه بود. کارمونو میکنیم تا 12 و اینجا رو تحویل میدیم. صبحتون بخیر. من برگشتم. بچه ها باورتون نمیشه این دفتر خود صاحب خونه گذاشته برای مشتری ها که نظرشون رو در مورد اینجا توی این دفتر براشون بنویسم و همونطور که میبینیم خیلی ها براشون نظر نوشتن و بسیار عالی. بالاخره ما یه قهوه بزنیم و دیگه خونه رو راستاریس کردیم. یه سری کارهای خونه رو انجام دادیم. این آخرین لحظاتی هست که ما داخل این ویلا هستیم. قراره یه قهوه بخوریم و بعد دیگه کم کم خونه رو تحویل بدیم و بریم پیش به سوی طبیعت گردی. حالا قراره یه ذره این دور اطرافا و جای سرسبزتر و اینا رو بهتون نشون بدیم. از باره که رفتیم. حالا این صحنه واقعیه، چیزایی که توی ویدیو نمیذاریم. دیشب کیک من چپه شد تو ماشین. طوری که میبینین من این بغلاشو سعی کردم خامه‌هاشو بمالم این بغل، ولی متاسفانه نشد و ما هم تصمیم گرفتیم بگیم فدا سرمونو همون طوریش هم فوت کردیم و خیلی هم خوب بود. اتفاقا من کلی لذت بردم و الانم قراره یه نسکافه قهوه میشه برداری خیلی میشه برداری خیلی برو نبردیم میشه برداری اینو برم که فایده داره بردار میاد کجا میشه برای هشت بدی تو نه نمیتونی بده باخرم شد دیگه باور دیگه با دست دیگه نه باخت. خب بچه ها ما دیگه داریم میریم. اینم از اثر هنری همسر عزیزم. ما دیگه خونه رو بهتون نشون بدم و به سمت اتاق خوابه قشنگ ترتمیزش کردیم و اینکه اینجا هم که بهتون گفتم یه جارو شارژی هست و دستمال، حتی اون بالا هم دستمال های پلم اینا بود برام. و یک بار دیگه میخوام دستشویشو بهتون نشون بدم. ببینید به این صورت، حتی اینجا دوش هم داره و یه سری شامپوهای خوب و حتی مایه دستشویی خوب
و حتی خمیردندون همه چی اینجا هست و عالی بود. اینم از این قسمت اتاق خواب، یعنی اینجا سرویس بهداشتی تونه و این روبروی تختتونه که یه پنجره هم اینجا میخوره، پنجرهش بزرگه. اینم از این قسمت و یه گرمایشی که من واقعا دیشب روشن کردیم، صبح من واقعا دیگه پختم از گرما. و اینجا هم براتون یه سری دفترچه گذاشته که میتونین نظرتون رو راجع به اینجا براشون بنویسین و حتی یه سری دفتر باز هست که خیلی براشون نوشتن و یه سری کتابا براتون گذاشته، یعنی حوصلتون سر نمیره و خیلی بامزه بود دیگه، عالی بود. و حتی برای روزهای زمستونی اینجا براتون از این بخاری هیزومیا داره. این قسمت از دیوارم بچه ها ببینین چه حرکت خوبی زدن، یه تیکش رو رنگ کردن و یه تخته برای شما که بتونین هر چیزی که دوست دارین به یادگاری بذارین. و یک بار دیگه آشپزخونه‌اش هم نشون میدم. بله این آشپزخونه‌اش بود، یخچال. و یک بار دیگه برای آخرین بار، چون دیگه همه چی رو جمع کردیم و میخوایم بریم. آقا سعید قفل کرده. خب برای آخرین بار به به ببینین باد آخر. خب دلم نمیاد از اینجا خداحافظی کنم، ولی دیگه مجبوریم که دیگه بریم، چون آنجلای من گربم دیگه خونه تنها مونده خیلی و دیگه بیتابی میکنه. البته که الان ما بریم اول یه چرخی بزنیم و یه صبحونه‌ای بخوریم و بعدش هم یه ذره بگردیم این دور اطراف و برگردیم دوباره لاهیجان. خیلی دوستتون دارم، مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین، خیلی ممنونم. بریم که صبحونه بخوریم. تازه بچه‌ها خانم بانمک و خوشتیپ هم صبحونه ما بوده و نمیدونم رفتن چی کار کردن. نگاه کنین خرید کردن دارن میرن، خیلی با کلاس و شیک هستن و خیلی مهربون. بچه‌ها ما دیگه داریم میریم، این دوتا رو من میارم. وای بچه‌ها واقعا دلم نمیخواد از اینجا برم، خیلی اینجا رو دوست داشتم. واقعا ببین چه خونه نقره بانمکی بود، خیلی باحال بود. تازه من که عاشق آفتاب گردونم و عشق آفتاب گردون دارم، اینجا هم کلی آفتاب گردون داره. بالاخره ما هم رفتنی شدیم از این ویدئو. آره همه چیزو برداشتم دیگه، خیالم راحته، خونه هم تمیز کردم. تازه این کلبه هم بچه ها بود، همونی که تو فیلم بهتون نشون دادم، خواستید شماره‌اش رو بزنید.
برای گردو حتی رستوران هست و نون محلی میدن، لواشک، شیربلار، چیزای حصیری. خیلی جالبه دیگه. تازه اینجوری میتونیم بیا اینجا بشینیم چای بخوریم. اینجا هم خیلی هم میان عکس میگیرن. کوچول تو کجا بودی؟ خب بچه ها بالاخره ما هم رسیدیم یه جایی اومدیم تو همون لاهیجان اومدیم غذا بخوریم. من خیلی حوض کوریده کرده بودم، جاتون خالی. بعد غذامون رو بخوریم و بریم که آنجلا گربم دیگه خیلی تنها مونده بچم. الانم ساعت 3 بعد از ظهر. بالاخره دخترمو رسیدم دیدم. چشو ببین چی کثیف شده، چشای کثیفی. یه روز نبودم ها. چی شد؟